دادگاه شهر خوجند غیب‌الله عبداللهیف ساکن 72 ساله جماعت بنجکت نوع شهرستان را بر اساس دو ماده کودکس جنایتی تاجیکستان با جرم حرکت‌های بداخلاقانه با سوء استفاده از باور دینی ماده 142 علاوه 1 و قلابی ماده 247 گناهکار شناخته به 4 سال زندان نظامش پرزور و 12,000 سومانی جریمه محکوم کرد. عبدالله با حکم دادگاه برای 4 سال از حق فعالیت دینی نیز محروم کرده شد. اکبر شریفی سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوخت در یک گزارش تلویزیونی گفت که غیب‌الله عبداللهیف زنان اخلاصمند به اصول طبابتش را باوری میکنند که آنها در بدنشان جن دارند و با بهانه از بدن آنها بیرون انداختن جن به این زنها نزدیکی میکرده است. این جن برار از جمله به آن عیبدار دانسته شد که از یک زن ساکن خوجند همچنین حق خدمت 200 سومانی گرفته به بالای این با زن کارافتاده علاقه جنسی هم کرده است. در نوارهای فوری که در گزارش استفاده شده است دیده می شود که غیب‌الله عبداللهیف یک جوان زن را به آغوش کشیده بوسه باران می کند. غیب‌الله عبداللهیف ماه فوریه سال جاری دستگیر شد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در همین حال از بازداشت یک ساکن 63 ساله جماعت عینی نوع خراسان با گمان به منبع پیشبرد روزگارش تبدیل دادن سحر و جادو و مردم فریبی خبر داد. افق قادریان سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در گزارشش خبر داد که صادقوف میرزا شریف ساکن دهه حلقجر در منزلش به سحر و جادو مشغول گردیده بین مردم همچنین ملای جادوگر نام برآورده بود. به گفته مقامات صادقوف میرزا شریف با سوء استفاده از باور دینی کارافتادگان را که اکثرشان زنان تشکیل میدادند باور میکنند که بعد طبابت یعنی آب قیترمه خونگیری از پشت کتفایشان سحر و جادو از بدنشان دور گردیده مشکلیشان رفت و راهشان گشاده می شود. نسبت به صادقوف بر اساس ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری تاجیکستان پرونده ماموری ترتیب دادند. این بند قانون همچون جزا برای مشغول شدن به سحر و جادو و فالبینی برای شخصان واقعی جریمه به مبلغ از 2400 تا 3000 سومانی پیش بینی می کند. در صورت تکرارا عین قانون شکنی در مدت 1 سال بعد جزای ماموری قبلی همچنین جریمه برای شخصان واقعی علاقه از 3600 سومانی تا 6000 سومانی تشکیل خواهد داد. وقتهای آخر مقامات تاجیکستان درباره بازداشت افرادی که با سوء استفاده از اعتقاد دینی مردم دست به سحر و جادو و فالبینی و یا جنبراری زده برخی آنها به ناموس زنان کارافتاده دست درازی میکنند زیاد خبر میدهند. مقامات میگویند هدف از مجازات چنین افراد تازه کردن محیط دینی از نفران قلاب و قلب دست و حمایت مردم از چنین سوء استفاده ها از اعتقاد دینی آنهاست. برخی منتقدان بر اینند که این موضوع عمدن با هدف دلسر کردن ساکنان از دین دامن زده می شوند. روحانیان سحر و جادو را در اسلام حرام و ممنوع می شمارند و می گویند که مولا نامیدن آنهایی که دست به سحر و جادو می زنند درست نیست چون که عمل آنها برعکس خلاف ارزش‌های شرعی است و هیچ عمومیت به دین اسلام ندارد.